کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 با نشر یک هشدار به توجه ساکنان و مهمانان کشور رساند که بنا به پیش‌بینی‌های هواشناسان روزهای نزدیک در حدود ناحیه‌های کوهستان تابع جمهوری فرو ریختن ترمه‌ها پیش بینی کرده می شود. کمیته به این دلیل از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که در این روزها روی‌های بدون ضرورت خود را توسط راه‌های کوهستان محدود کرده از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، جمع‌آوری هیزم، شکار، ماهی‌داری در مناطق کوهسار خودداری ورزند. هنگام استفاده بخاری و دستگاه‌های گرم‌دهنده قاعده‌های ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند و کودکان را بی نظارت نگذارند. کمیته از رانندگانی که توسط راه‌های کوهستان نقشه سفر دارند خواهش می‌کند که قبل از سفر مسیر حرکت خود را خوب بیاموزند و پیش از راه برآمدن به ویژه معلومات معتمد درباره ولایت‌های راه‌ها را از وزارت نقلیات وزارت کارهای داخله و کمیته ولایت‌های فوق‌العاده دریافت کنند. به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه، کمیته از رانندگان خواسته است که با صورت معتدل که به خطری را در راه‌های پرماشین، در نزد مکتب‌ها، در عقبه‌ها و در گردش‌ها و نشیبی‌ها تامین کرده توانند حرکت کنند. هنگام حرکت با راه‌های کوهستان از رانندگان خواسته شده است که فاصله نظر به معمول زیادتر را رعایت کنند، چون که برای منع کردن ماشین در راه‌های لغزانک وسایل خیلی زیادتر لازم است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از همه خواسته است که هوشیار باشند و احتیاط کنند.